با سلام. جلسه 5 درس مکانیک سیالات سشن 1 رو میخوایم شروع کنیم. اولین جلسه قبل فصل 3 رو شروع کردیم، دیدگاه انتگرالی. خاطرتون باشه معادل انتقال رینولدز رو به دست آوردیم برای کمیت دلخواه بر روی سیستم، ارتباطش دادیم با انتگرال روی حجم کنترل رو بتا دیوی و انتگرال روی سطح اون حجم کنترل رو بتا وی انهت دی آ. بعد این رو برای جرم، یعنی بتا بی باشد جرم، تبدیل شد به قانون بقای جرم که حاصلش این بود که دی به دی تی حجم کنترل برابر بود با مقدار خروج کامل شار خالص خروج بعد اینو برای حالتهای مختلف ساده کردیم. مثلا برای رو ثابت اینکامپرسیبل، برای دائم حالت دائم استدی و دائم اینکامپرسیبل و هر کدوم هم مثاله حل کردیم. امروز میخوام شروع مبحث رو از یک مثال باز بگم، مثالی که هم میتونه راهگشا باشه برای حالا مباحثی مقدار پیشرفته ترتون. بحث لایه مرزی رو میخوایم اینجا اصلا بگیم چی هست و اینها. همین که به عنوان مثالی است از وقتی که جریان ما یونیفرم نباشه. یادتون هست که جریان یونیفرم رو جریان میگفتیم که در یک سکشن خاص پروفیل سرعت متغیر نباشه بلکه یک مقدار ثابتی باشه v و ایزن رو، یعنی جرم حجمی رو هم جزو یونیفرم بودن فلو تعریف کردیم. این کار رو اینجوری انجام میدادیم که مواقعی که نبود، یعنی پروفیل سرعتی بود که متغیر بود و یعنی ثابت نبود، یونیفرم واقعا نبود، اون وقت میمدیم سرعت متوسط تعریف میکردیم به جای این سرعت متغیر. اون سرعت متوسط رو میذاشتیم که میشد بر واحد سطح، اگر این سطحمون سطح آ بود، انتگرال روی سطح وی، این سرعت انهت دیا، یعنی حجم دبی حجمی چند متر مکعب بر ثانیه رو پیدا میکردیم، تقسیم بر سطحش میکردیم، یه سرعت متوسطی میداد. ما این سرعت متوسط رو جایگذاری میکردیم به عنوان سرعت یونیفرم فرض میکردیم مواقعی که خالا نبود دیگه. الان مثالی که میخوایم حل کنیم مثالیه که فرض یونیفرم رو در موردش نمی کنیم. یه صفحه نازک، خیلی نازک و تخت در نظر میگیریم و فرض میکنیم حالا این خیلی نازکه، یه پلیت کاملا باریک، این رو توی جریان یک نواخت سیال قرار میدیم. سرعت ورودی به این رو یو معموله که یه اندیس بی‌نهایت هم اینجا میذارن، فقط یه رسمه
معنایی نداره. معنیش اینه که این سرعت خیلی دوردست، سرعت دوردستم، نزدیک اینجا سرعت ها عوض میشن و اینها. ولی این سرعتی که مثلا فکر کنید یه تونل باده داره مکش میکنه از این ور، لذا اون سرعتی که میاد بالاخره از اون دریچه وارد میشه، اون سرعت یو اینفینیتی. اتفاقی که اینجا میفته اگر این به اندازه کافی زیاد باشه، جرم حجمی سیال رو ویسکوزیتش میو و در نتیجه این دوتا به ما یه ویسکوزیته سینماتیکی میو به رو میدن. یه کمیت بی بعد، یعنی بعد نداره، مثلا متر نیست، کیلوگرم نیست، نمیدونم ثانیه نیست، خب بعدی نداره. گروه های بی بعد رو بعداً بیشتر صحبت میکنیم. نقش مهمی توی مکانیک سیالات دارن. یه سری اعداد یعنی کمیت هایی رو با هم اینجوری ترکیب میکنیم که حاصلش بعدی نداشته باشه. مثلا الان من یه چیزی به نام عدد رینولدز تعریف میکنم، رینولدز نامبر. این میشه سرعت، یه سرعتی، حالا من اینجا سرعت همین یو اینفینیتی میذارم، در یه طول. من مثلا الان طول رو مثلا این محدوده‌ای که هستیم، اینجایی که هستیم مثلا x میگیرم تقسیم بر 9. خب این تعریف ماست از عدد رینولدز. یه سرعت در یه طول تقسیم بر ویسکوزیته سینماتیک. این چرا بی بعده؟ واحد این از خاطرتون باشه هست مثلا متر مربع بر ثانیه. متر بر ثانیه، متر میشه متر مربع بر ثانیه، متر مربع بر ثانیه. پس از صورت مخرج میرن، پس این الان بعد نداره. یه عددیه که مثلا واحدش متر نیست، واحدش کیلوگرم نیست، این هیچ واحدی نداره. اینا یه نقش مهم میدارن رو بعدا میبینیم چرا. کلا اعداد بی بعد در مکانیک سیالات، در انتقال حرارت، اینا نقشای مهمی دارن، بعدا میفهمیم که چرا. اگر این به اندازه کافی زیاد باشه، منظورم اینه مثلا فرض فرمایید بزرگتر از 1000. خب مثلا براش چیزی نیست، محدودی مثلا شما بگی دقیقاً مثلا دقیقاً چند، نه، محدوده تعیین میکنیم. مثلا بین 50 تا 200 خیلی فرقی نیست. بین مثلا فرض بفرمایید که 800 تا 1200 خیلی فرقی نیست. خب یه حدودی، این یه چیز کمیتی که حدودیش مهمه. خیلی جاهای خاصی هست که چند تا این ور اون ورش فرق کنه. در اغلب موارد یه محدوده ای از اینها رفتارهای یکسانه، یه چیزهای خاصی یکسانی رو میده. اگر که مثلا یه حدوداً 1000، مثلا بزرگتر از 1000 اینطور باشه، یه چیزی اینجا اتفاق میفته که بهش میگیم نزدیکی دیواره، که بهش میگیم لایه مرزی، باوندری لایر. لایه مرزی. لایه مرزی چیه؟ همونطور که میدونیم روی من مثلا تو همین x الان پروفیل سرعت رو میخوام ترسیم کنم. اینجوری میگم اگر به اندازه کافی از این صفحه دور باشم، مثلا این صفحه‌ای گذاشتم جریان از روش داره برقرار میشه، اگه به اندازه کافی از صفحه دور بشم، این سرعت قطعا همین یو اینفینیتی خواهد. به اندازه کافی دور شدم از صفحه. روی سطح صفحه هم به دلیل عدم لغزش، نو اسلیپ، که قبلا در باید صحبت کردیم، سیالمون لزجه و لذا به سطح میچسب، مولکول های سیال به سطح میچسبن و سرعتمون صفره. این وسط از صفر تا اون یو اینفینیتی یه توزیعی داریم. خب و من اگر که
باز بالاترم برم بازم همین یو اینفینیتیه، یه ذره پایین ترم بیام همین یو اینفینیتیه. خب یه جایی هست که این سرعت شده یو اینفینیتی و از اون به بعدم دیگه همین میمونه. خب حالا شکلشو باید خوب بکشم که معلوم باشه که این سرعت از اینجا به بعد دیگه کلا این سرعت یو اینفینیتی. ولی از اون به پایین صفحه جریان رو تحت تاثیر قرار داده. یعنی مثلا اینی که ایستاده مولکول بعدی رو یکم نگه داشته، اون یکم بعدی رو نگه داشته، اون یکم، یعنی ترمز شدن جریان توسط ذرات سیال حس شده. خب محدوده ای که این اتفاق افتاده، یعنی محدوده ای که سرعت توسط صفحه تحت تاثیر قرار گرفته، فاصله ای که از صفحه میپیماییم اسمش میذاریم دلتا. خب دلتا، این دلتا توی پایین تر از دلتا، یعنی برای اگر من مثلا این اسمشو بذارم وای، اون وقت برای وای کوچکتر از دلتا سرعت کمتر از سرعت یو اینفینیتیه و برای وای بزرگتر از دلتا یعنی یو اسمش یو کوچیک میذارم، یو اینایی که الان دارن از صفر تغییر میکنن تا اونجا کوچکتر است از یو اینفینیتی و برای وای بزرگتر از دلتا یو برابر است با یو اینفینیتی. پس یه مرز دیگه، یعنی من جایی رو که از اون سرعت کمتر شد اسمش گذاشتم لایه مرزی، اونجا بالا رو گذاشتم بیرون از لایه مرزی. پس دو تا ناحیه تشخیص میدیم. یه ناحیه، خب این اتفاق تو همه ایکسای دیگه هم میفته دیگه. مثلا شما اینجا بیای یه دلتا داره، بنابراین این دلتا فانکشنی از ایکس که این ایکس اونه دیگه، ایکس. این در مثلا توی یه ایکس دیگه باشه یه دلتای داره، یه ایکس دیگه باشه یه ddelta دیگه داره. اگر همه نقاط رو به هم وصل کنی، یعنی مکان هندسی نقاطی که وایشون برابر دلتاست، مکان هندسی نقاطی که وای برابر دلتاست، اون رو اسمشون میذاریم لبه لایه مرزی باوندری لایر اچ، لبه لایه مرزی. توی اون میشه داخل لایه مرزی، بیرون اون میشه بیرون از لایه مرزی یا میشه آوتر فلو. حالا بعداً باز بیشتر اینو خواهیم گفت. بعد این تو یه اثر یه چیزایی یه خواصی داره، اون بیرون یه خواص دیگه ای داره که به تدریج در طی درس اینا رو صحبت خواهیم کرد. این که من گفتم این بزرگتر از این باشه، این یعنی چی؟ یعنی یا سرعت اون به اندازه کافی زیاد باشه، یا به اندازه کافی دور باشیم از این لبه، یا نو به اندازه کافی کم باشه. وقتی میگم مثلا بزرگتر از 1000 باشه یعنی مثلا نوهای خیلی زیاد نه، سرعتهای خیلی کم نه، خیلی نزدیک اینجا نه، به اندازه کافی از این لبه از این نوک دور باشیم، سرعت اونم به حد کافی باشه، نو هم به حد کافی کم باشه، یعنی این به اندازه کافی بزرگ باشه. چرا؟ چون اگر اینجا نباشه، اگر این وضعیت نباشه، خیلی واضح شما دو تا ناحیه کاملا متمایز از هم دیگه نمیتونی پیدا کنی. این صفحه خیلی تا فواصل دوری اگر رینولدز کم باشه جریان رو تحت تاثیر قرار میده. مثلا میتونید تصور کنید اگر به جای هوا مثلا اینجا فرض کنید عسل عبور بدین، تقریبا همه جریان رو تحت تاثیر خودش قرار میده. اونجا رینولدز کمه چون این زیاده دیگه، برای عسل نو زیاد میشه. خب شما به رینولدزاتون در یه سرعت یکسان خیلی پایین میاد. پس بنابراین مثلا اگر برای جریان برای سیال‌هایی که نوشون کمه یا سرعت خیلی زیاد باشه خیلی دور باشه، وقت میتونی به صورت واضحی دو ناحیه از هم دیگه تشخیص بدی، مرز اون دو ناحیه رو اسمش میذاری
لبه لایه مرزی، یا بعد توش میشه توی لایه مرزی، بیرونش میشه بیرون از لایه مرزی. داخل لایه مرزی یه سری خواص داره جریان، بیرون از لایه مرزی یه سری خواص دیگه داره جریان. خب این الان شد لایه مرزی. من الان بر اساس این صحبت هایی که تعریف کردیم یه مثالی میخوام حل کنم. خب مثال ما اینه: یه صفحه تخت، جریان با سرعت یو اینفینیتی بهش برخورد میکنه که یو اینفینیتی اون 30 متر بر ثانیه است، سرعت نسبتا زیادیه. هوا با جرم حجمی 1.24 کیلوگرم بر متر مکعب. هوا جرم حجمش اینجوری دیگه، مثلا حدوداً هر 1 متر مکعبیش 1 کیلوگرم از مثلا 800-900 برابر از آب سبکتر. یه طولی بوده که حالا اون طول رو فعلا کاری نداریم. در طی این طول، بعد از اینکه این طول رو پیموده، خب لایه مرزی تشکیل شده، یعنی که ذرات سیال ترمز شدن. جریانی که از روی این داره میره، داره میگذره دور از این صفحه، سرعت همون یو اینفینیتیه. نزدیکی صفحه هرچی پیشتر میریم یه مقدار جریان متوقف شده به خاطر وجود این صفحه و لزجت که این پروفیل سرعت رو، یعنی ورودیمون اگه همه جا سرعت یو اینفینیتی بوده، اینجا ترمز شده، این بعدی رو ترمز کرده، بعدی ترمز کرده. در این جایی که حالا اسمشو گذاشتیم دی، نقطه‌ای که اسمشو گذاشتیم دی، همچین پروفیل سرعتی داریم. پس ورودیمون اینه، خروجیمون اینه. عرض صفحه رو فرض کردیم 6 متر عمود بر صفحه. گفته اگر که در نقطه‌ای که دلتا اون 5 میلیمتره، مثلا اینجا 5 میلیمتر ضخامت دلتاست، بگم ما این مثلا فرض کنیم حدود شاید مثلا 1 متر باید برید طول، مثلا اگه هوا باشه حدود 1 متر باید برید تا این 5 میل نیم سانت ضخامت پیدا کنه لایه مرزی تو سرعت 30 متر بر ثانیه، حدوداً چیز تقریبیه. پس این طول مثلا حدود 1 متر تقریبا تا این 5 میلیمتر شده. خب این رو مقیاس نیست، این باید اینجوری بزرگ بکشیم اینو کوچیک بکشیم، خب نمی کنیم. حالا بعد علاوه بر این یه مسئله است دیگه، میخوایم قانون بقای حجم، قانون بقای جرم رو بتونیم در واقع بنویسیم. فرض میکنیم پروفیل سرعت اینجا رو میدونیم، یعنی میدونیم سرعت اینجا تغییراتش چجوری، سرعت سهمی گرفتیم. خب یعنی اگه دلتا که 5 میلیمتر اینجا داشته باشیم، وایمون هم از صفحه گرفتیم به بالا، تغییراتش اینجوریه: وای بذاری 0 میشه 0، وای بذاری دلتا میشه 2 منهای 1 میشه 1، یو میشه یو اینفینیتی. پس یه تقریبه دیگه، یعنی یه سهمی گرفتیم. اینجوری نیست. یه بخش بزرگی از کارهای مثلا قدیما اینجوری بود، کارشون این بود بگردن پروفیل سرعت اینو تو لایه مرزی رو پیدا بکنن. یه چیز بسته فرم ساده نداره، اینجوری نیست مثلا یه معادله نیست شما بذاری. منتها خب حالا تقریبه دیگه، با تقریب همچی چیزی، یعنی الان اون چیزایی که می‌خواستیم رو برآورده میکنه. در صفر که صفره، در لبه لایه مرزی میشه یو اینفینیتی سرعت. بعد علاوه بر اون اگر که حساب کنید این پروفیل سرعت این خوبی رو داره دیگه، اگه شما مثلا مشتقش این شیبش باید صفر بشه دیگه، یعنی باید با تغییرات این دیگه یو اضافه نشه. پس شیب پروفیل سرعتی در اون لبه لایه مرزی باید صفر باشه. اگر شما الان از این مشتق بگیرید، این خواهد شد 2 تا دوباره همین، بعد وای بذاری 1 میشه 0، یعنی شیب هم 0 میده. ولی از اونجا به بعدش درست نیست، این دوباره اینجا برمیگرده که ما نمیخوایم. ولی خب تا تو این محدوده درسته، این تقریب خوبیه تا اینجا. این پروفیل رو تا اینجا حد زدیم دیگه، تخمین زدیم. بعد برای اینکه دیگه حالا وای به دلتا اینا ننویسیم، وای به دلتا رو یه پارامتر تعریف می‌کنیم، یه متغیر تعریف می‌کنیم به نام اتا. این ثابت دیگه، این بر حسب ایکس، پس توی ایکس ثابت هستیم، پس این یه عدد 5 میلیمتر.
پس اتامون در واقع میشه وایی که تقسیم بر 5 میلیمتر شده باشه. به جای این میذاریم پس یو به یو اینفینیتیمون اینجوری شد دیگه. الان اتامون از 0 تا 1 به جای که دلتا وایمون از 0 تا دلتا باشه، اتامون از 0 تا 1 0 تا 1 0 تا 1 این تغییر کلا تو محدوده 0 تا 1. سوال مسئله اینه امداد بی سی این بالاست، یعنی یه حجم کنترل گرفتیم از اینجا تا لبه لایه مرزی، اینو موازی با صفحه بردیم و یه باندری یه کنترل والیوم تشکیل شده، یه حجم کنترل A B C D یه مستطیل، ورودی داریم خروجی داریم. سوال مسئله اینه امداد در این صفحه بود، اینجا که هیچی نداره، اینجا نه وارد میشه نه خارج میشه هیچی، این ور یه ورودی داریم این ور یه خروجی داریم. سوال مسئله در واقع اینه از اینجا خارج میشه جریان یا وارد میشه، یعنی جریان از این لایه مرزی فرار میکنه یا به سمتش میاد. سوال مسئله رو توجه میکنید، این در واقع داره سوال میکنه یه صفحه گذاشتیم جریان از روی این رد کردیم، جریان اینجوری میشه یا اینجوری میشه. همینجوری هم حسی هم میتونیم بگین رو به سمت بالاست. خب ولی حالا الان میفهمیم حسی که میگین رو به سمت بالا خواهد بود یعنی چی؟ چرا اینو حس میکنیم که باید جریان رو به اونور بشه، یه مؤلفه رو به اونور داشته باشه. قبل از اینکه بخوام معادلات رو بنویسم، الان صورت مسئله تمام شد. خب اونو میخوایم تحلیل قبل از اینکه بخوایم حلش کنیم بکنیم بدون معادله و اینها. اینکه چرا ما وقتی فکر میکنیم که این باید اینجوری بشه، به خاطر اینکه از بس جریان سیال مثلا پیش خودمون یا تصور کردیم یا دیدیم، ذهنمون در واقع آماده شده، شبکه عصبیمون ترین شده، در واقع میدونیم که باید این اتفاق بیفته. حالا ولی کمیش چجوری میگیم این سطح رو تجسم بکنید، این سطح سرعت ورود بهش تماما یو اینفینیتی. پس مثلا در واحد زمان یو اینفینیتی ضرب در این سطح ضرب در این ارتفاع ضرب در این عرض 6/10 یه مستطیل تشکیل میده، جریان وارد میشه. اینور چی؟ اینور نه، اینور اینجا سرعت کمتر از اینجاست، یعنی مثل هم نیست. مثلا اینجوری اگه صاف من اینو بکشم تازه میشه مثل این، اگه صاف اینو بیارم پایین، اگه که من اینو اینجوری می آوردم پایین وقت این میشد برابر این، ولی الان کمتره. پس اون چیزی که به این حجم کنترل وارد شده بیشتر بوده از این چیزی که از حجم کنترل داره خارج میشه. طبعا نتیجهش اینه که باید بزنه به سمت بیرون. این چیزی که میخوایم الان حسابش کنیم، میخوایم نشون بدیم که ورودیمون بیشتر از خروجیمونه، پس بنابراین باید به سمت بیرون بزنیم. اینو میخوایم کم میشه. خیلی خوب، حل مسئله جریان دائم یه فرضم میکنیم استدی و اینکامپرسیبل استدی اینکامپ دائم تراکم ناپذیر. خیلی خوب، ما قانون بقای جر، پس کانتینیوتی یا قانون بقای جرم بود دیگه، دی به دی تیه که نداریم روی وی الان این حجم کنترلمون این ضرب در 6/10 عرض دیگه. خب 6/10 عرض میشه سطح کنترلمون، توش میشه حجم کنترلمون. رو دی وی مساوی با منهای روی سطح آ که دور تا دور این باشه، رو وی انهد یا اون بقای جر یا conservation of mass. خب استدی جریان پس اون صفر، اینکامپرسیبل یا برش میداریم اینکامپ
نتیجه این که انتگرال وی انحت دی آ روی کل سطح آ مساوی صفر. این از قانون بقای جبر با ساده سازی ها رسیدیم به این الان دیگه باید بازش بکنیم. خب ببین این رو سطح چی؟ سطح کنترل. این خب ببینید وجه های بالایش. خب من با توجه به تقارن میگم عمود بر این فکر کنیم ما هیچ سرعتی نداریم، پس رو سطح اونوریمون هیچ و ایزن رو سطح پایینیمون به سمت توی، یعنی نه جریانی به سمت توی این صفحه تزریق میشه نه به سمت بالای صفحه. من این فرضمه دیگه، دو بعدی فرض میکنم. این جریان رو باید تو دی فرض کرد. اسوم تو دی فرض میکنیم نیست واقعا. این شما حالا صفحه اینجا تمام میشه، اونجایی که تمام میشه آثاری، مثلا یه صفحه‌ای داری سه بعدی جریان داره از روی این رد میشه، یه لایه مرزی اینجا تشکیل میشه، بله، ولی اینجا یه آثاری وجود داره، اینجا یه آثاری وجود داره، پس اینو نمیشه دقیقاً دو بعدی فرضش کرد. ما فکر میکنیم مثلا تو این ناحیه هستیم که آثار این طرف و این طرف اصلا مهم نیستن. یه مسئله ساده کلاسیه دیگه، میخوایم اینو حل کنیم، داریم این حل میکنیم. بنابراین این فرض رو باید بدونیم که داریم دو بعدی فرضش میکنیم. خب پس چون دو بعدی فرضش میکنیم یعنی تو این راستا تو اون راستا نداریم، تنها وجه هایی که میمونه این وجه هم که نه توش خروج داریم نه ورود داریم، پس سرعت عموده بر این سطح اگر اینو بذاریم انحت اینجا، سرعت تو راستای انحت صفره، پس اینجا هیچی ورودی خروجی نداریم. من این رو خواهم نوشت انتگرال روی آبیه. خب ورود دارم، یعنی انحت اینجا اینجوریه، سرعت من اونطوری، پس میشه منفی، ورود منفی میشه دیگه. منفی چه سرعتی داره؟ یو اینفینیتی، چون تماما سرعتش یو اینفینیتی دیگه ورود. دی وای نوشتم به علاوه، حالا این برم بذار بنویسم انتگرال روی سی دی، سی تا دی، اما اینا مثلا آ تا بی بگیریم که مثبت، جهت مثبت بشه، این هم سی دی تا سی باز دوباره مثبت بشه. اینجا این یو این یکی داره عوض میشه، پس من می نویسمش یو، بعد جهت انحت رو به این وره، یو مونم رو به این وره، پس مثبت یو دیوار که بعد جایگذاری بکنیم، فعلا نمیدونیم چیه. اینه به علاوه اینه به علاوه اونی که دنبالشیم، انتگرال روی بی تا سی، باز اینجوری مثبت می نویسم یو دی ایکس، این بار این انحتمون اینجوریه، نمیدونیم این مثبت یا منفی. اگه منفی شد یعنی ورودی، مثبت شد یعنی خروجی. این اون چیزی که تعیین میکنه که آیا منفی یا مثبته، نمیدونیم. ما فعلا به سمت بیرون میگیریم، مثبت میگیریم، اگه حاصلش منفی شد معلومه که این به سمت تو بوده. خب چرا این شد دی ایکس؟ چون که سطح رو داریم میسازیم دیگه، عمود بر این سطح هست، در واقع سطح این اومدیم انحتش رو جدا کردیم، مقدار حقیقیش هم جدا کردیم. خب این باید بشه صفر، انتگرال کلش رو، پس این باید بشه صفر. خب این فقط الان باید ما اینو جایگذاری بکنیم تا بتونیم حاصل این رو پیدا کنیم. خب اسم
این رو که دنبالش میگردیم میخوایم بریم این چقدر، اسمش رو میذاریم Q دات BC. من الان نوشتم Q دات، اگر در رو ضربش کنم میشه M دات، یعنی این برابر با M دات BC تقسیم بر رو. خب ما الان اینو پیدا میکنیم. یه چیز دیگه هم هست، این بر واحد عرضه. من اگه بخوام برای 6 بنویسم باید اینو کلن در 6 ضرب کنم، در بی ضرب، تا این بشه در واقع به همین 6. یعنی برای واحد عرض نوشته، چون مثلا سطح اینو یا سطح اینو من گرفتم، این دیوای در 1 میشه سطح دیگه، پس واحد. اگه نه میخواستم باید در بی ضربش میکردم، بی ثابت از انتگرال میومد بیرون، بی ثابت از انتگرال میومد بیرون، بی ثابت از انتگرال میومد، بی ثابت از انتگرال میومد، فاکتور میده. پس این بی رو بذارید باشه، اون وقت این کیو دیگه میشه 100، چون این الان این ضرب در یه بی هم اینجا داره، در واقع ضرب شده درست از آن. خب این ثابت از انتگرال میاد بیرون، این خواهد شد آ تا بی، یعنی مثلا میشه، بذارید من بی رو برمیدارم آخر سر در بی ضرب میکنم، برای اینکه دیگه درد سر این بی نداشته باشیم، همه رو برای واحد عرض پیدا میکنم، بعد در بی ضرب بشه. پس این خواهد شد منهای یو اینفینیتی آ بی این طول آبی ضرب در یو اینفینیتی، ورودی هم هست پس منفی به علاوه این یکی که داستانمون سر همینه، دی تا سی یو دی وای به علاوه این هم که کیو دات بی سی مساوی 0. این تا اینجا. پس این کیو دات بی سی که من دنبالش میگردم برابر با، عرض کنم که یو اینفینیتی آ بی اندازش منهای انتگرال دی سی یو دی وای، و اگه بخوام درستش کنم باید بی هم درش ضرب بکنم، چون این بر واحد عرضه. پس اینو میدونیم 5 میلیمتره، این معلومه، اینو میدونیم 30 متر بر ثانیه است، اینو میدونیم 6 دهمه. این یکی داستانمون الان در مورد اینه. این اونجایی که یونیفرم نمیگیریم، گفتم این مثال در مورد اونجایی که یونیفرم نمیگیریم، الان از اینجا تا اینجا فرق میکنه دیگه، یه چیز نیست، یه سرعت نیست. پس من چیزی که باید پیدا بکنم اینه، انتگرال از روی دی تا سی یو دی وای. نهایتا اینو من باید پیدا کنم، اینجا جایگذاری بکنم ببینم اون چی حاصل از آب در میاد. خب جایگذاری از صفر تا دلتا، چون بر حسب وای داریم انتگرال میگیریم، 2 تا وای به دلتا منهای وای به دلتا به توان 2 دی وای. یه تعبیر متغیر ساده میدم برای اینکه بتونم راحت تر انتگرال بگیرم. به جای وای می نویسم اتا. اگه وای رو تبدیل کنم، یعنی بگم اتا مساوی وای به دلتا، نتیجهش چون دلتا ثابته دی اتا خواهد شد 1 دلتا هم دی وای. پس اینجا جایگذاری میکنم، این میشه انتگرال از 0 تا 1 این بار، چون از 0 تا دلتا تغییر میکنه، پس وایمون 0 تا دلتا، پس اتا از 0 تا 1. 2 تا دلتا منهای دلتا 2، 1 دلتا هم، این دلتا دی اتا، دلتا دی اتا مساویه با دلتا که بیرون ثابت، اصلا اینا ثابت هم درسته؟ ببخشید اتا ببخشید دلتا 0 تا 1، 2 تا اتا منهای اتا 2 دی اتا مساویه با این دیگه انتگرال گیری ساده است، این اتا 2 میشه، اتا 3 سوم میشه. من حاصلش رو بنویسم،
حاصلش خواهد شد دلتا در اتا 2 منهای اتا 3 سوم از 0 تا 1 که میشه 2 سوم دلتا 2 دلتا سوم. 0 بذاریم 1 بذاریم 1 منهای 1 سوم این 2 سوم. 0 هم که بذاریم 0 پس 2 سوم دلتا اندازه این انتگرال شد. پس اینجا جایگذاری میکنم. کیو دات بی سی خواهد شد بی در یو اینفینیتی آبی منهای 2 دلتا سوم منهای 2 دلتا سوم باشد یو به یو اینفینیتی بود. ببینید من اینجا یو دارم پس باید بذارم یو اینفینیتی در اینایی که گفتم. یو اینفینیتی هم که عدد ثابته دیگه، پس این یه یو اینفینیتی اینجا داره. یه بار دیگه من به جای اینو گذاشتم، نباید این کارو میکردم. این میشه 1 به یو اینفینیتی نباشد یو اینفینیتی ضرب در یو اینفینیتی ضرب در این یو میشه یو اینفینیتی ضرب در این. پس یه دونه یو اینفینیتی من اینجا میخوام، یه یو اینفینیتی میخوام، یه یو اینفینیتی اینجا هم یو اینفینیتی. پس این هم شد در این. پس این دیگه الان این همه اینا معلومن. عدد گذاری میکنیم. خواهد شد ارزم خدمت شما که ممیز 0.372 کیلوگرم بر متر مکعب در رو هم ضربش میکنم. خب کیو دات میسی ام دات. من ام دات رو اینجا بنویسم. ام دات بی سی مساوی رو در ام دات بی سی مساوی رو در دیگه نمیخواد اینجا رو گذاشتم. اینقدر کیلوگرم بر متر مکعب. امدادمون مثبت هست، پس خروجی مثبت، پس خروجیه. پس اون چیزی که فکر میکردیم که جریان به این میخوره باید به سمت بالا شیب بگیره درست فکر میکردیم، ناشی از این که این خروجی کمتر از این ورودیه. پس ما بقیش باید از این ور خارج شده باشیم. یه استراحت بکنید برگردید، بعدش من باید ادامه درس مربوط به حالا این بار میشه بقای اندازه حرکت خطی رو بدم.